درود فراوان و عرض وقت خوش. از اونجایی که زبان فارسی، در واقع الفبای فارسی، فاقد حروف صدادار هست، بار گذشته که مطلبی در مورد مقام گوشت در اینترنت گذاشته بودم، کاشف و عمل اومد که عموم بینندگان در بدو کار تصور کرده بودند مطلب در مورد کالایی است که همگان به جای دیدن روی سفره در خواب و رویا می‌بینند و این بار هم می‌ترسم که بازار سوء تفاهم بسیار داغ‌تر از بار گذشته بشه. بنابراین همین ابتداً عرض کنم که مطلب مربوط میشه به مقام سیخی در دستگاه یا آواز ابوعطا. دوست عزیزی چند ماه پیش از من خواسته بودن که توضیحاتی در مورد این مقام بدم. متاسفانه به دلایلی که میدونیم این کار به عقب افتاد و امیدوارم که هرچه زودتر اینو در اینترنت قرار بدم و از خجالتشون در بیام. برای اینکه ببینیم نام‌های هندی از چه زمان وارد موسیقی ایرانی شدند، باید به عصر صفوی برگردیم، به ویژه به دوران شاه طهماسب اول. میدونیم که پس از شاه اسماعیل، شاه طهماسب به تخت سلطنت میشینه. او در اون زمان 10-11 سال بیشتر سن نداشت. بنابراین ناگفته پیداست که دیگرانی به نام او سلطنت میکردند. شاه وقتی به سن عقل میرسه کوشش میکنه قدرت رو در دستان خودش متمرکز کنه. بنابراین به ترفندی متوسل میشه. او ادعا میکنه در یک شهود، در یک رویای صادقه، در یک چیزی بین خواب و رویا، نیمه شبی نوری از پنجره‌های کاخ به درون میتابه و کالبد او رو در بر میگیره و او در این لحظه از همه مناهی و آلودگی هایی که بهش دچار بود آزاد و رها میشه و توبه میکنه. وقتی به دعوی خودش به منشأ نور نظر میندازه، میبینه نور از ناحیه یکی از مقدسین ساطع شده. شاه در حرم سرا برکشیده بود و به بعضی آلودگی ها دچار بود.